هر موقع میشنوی که کسی تهمتی بهت زده یا پشت سرت حرف ناروایی زده و غیبت تو کرده، نه عصبانی شو و یقه پاره کن، نه برو دعوا و رو در رو بکن. ببین آدما همیشه حرف دارن برای گفتن، همیشه وسیله دارن برای چسبوندن. اصلا هر چقدر سطح شعورشون کمتر باشه، بیشتر در مورد دیگران و زندگیشون حرف میزنن، به خاطر اینکه خودشون و زندگی خودشون قابل تعریف نیست. بعدشم هر وقت کسی دیگران رو قضاوت میکنه، این چرخ روزگار اینقدر میچرخه تا دقیقاً خودش رو توی همون موقعیت قرار بده و دیگران در مورد زندگی خودش همون قضاوت رو بکنن. پس هر موقع توی همچین شرایطی گیر کردی، این شعر زیبا رو با آرامش برای خودت بخون. گیرم که مرا جواب کردی، خوش باش. تهمت زدی و خراب کردی، خوش باش. آن روز که با خودت گلاویز شدی، گر آینه را مجاب کردی، خوش باش.